مفتشان ترکیه پس از 9 ساعت تحقیق صبح 16 اکتبر از بینای کنسولگری عربستان سعودی در استانبول بیرون آمدند. این بخش از تحقیقات در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد سیاست‌های ریاض است. مفتشان بگاهی 15 اکتبر به بینای کنسولگری عربستان سعودی وارد شده بودند. قبلا بعضی از منابع رسمی ترکیه گفتند که یک تیمی عبارت از نمایندگان ترکیه و عربستان سعودی بینای کنسولگری را کافت و کاب می‌کنند، جایی که خاشقجی قبل از ناپدید شدن در روز 2 اکتبر امسال به آنجا وارد شده بود. مقامات ترکیه باور دارند که خاشقجی در داخل بینای کنسولگری کشته و جسدش از بین برده شده است. شبکه تلویزیونی CNN و نشریه نیویورک تایمز اعلام کردند که عربستان سعودی آماده می‌شود تا اعلام کند جمال خاشقجی در جریان بازجویی در کنسولگری این کشور در استانبول فوتیده است، بعد آنکه دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در این قضیه قاتلان خودسر را مسئول دانست. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از منبع‌های خود که نامشان فاش نشده است گزارش داد مقام‌های عربستان سعودی خواهند گفت که مرگ او در جریان بازجویی و تفتیش اشتباهاً رخ داده است. عربستان سعودی تا به حال این گزارش‌ها را شرح نداده است. نشریه نیویورک تایمز با تکیه به یک نفر آگاه از نقشه‌های سعودی گفت ولی عهد اجازه داده بود که خاشقجی را بازپرسی کنند و یا اینکه دست و پایش را بسته به سعودی فرستند. ناپدید شدن ژورنالیست جمال خاشقجی موج اعتراض‌های بین‌المللی علیه عربستان سعودی را برانگیخت. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ کاتب دولتی آن کشور مایک پامپئو را موظف کرده است که در رابطه با این قضیه با شاه سلمان صحبت کند.